مرا تنها نگذاشتن صاحب خانه سال در روز خنک زمستان فرزندان تگ برف و باران در این زمان ما خانه هم استقامت گرفته دیده زندگی دارم خاطر فرزندامو خرسند ای دستگیری صاحب کارامو خرسنده کنم ایده کنم ما پاجون نشه شما ما یک پانی یا پاجون کافین شما خوارشو گرفته وجودم نیستم ما واقعا همه بود بسنی سیستم بودم باندش ما پاجون در حق برادران موجود یک دو خیر کنه که خداوند همه مشکلاتشون آسان بگردونه خب در حقشون یک دو خیر کنه پاجون که مثلا ما دیدیم که همین مشکل اومدیم خبر کنیم یک دو در حقشون بکنیم که مثلا خداوند همه مشکلاتشون آسان بگردونه که نماز خونده در حقشون یک دو خیر کنه خب اینا باردارون همین بود خبر گفتیم ما خواستیم که خیلی باید بریم میگم ما پر با خونه تامین کنیم واسه همه موجودی که همین رحمت با همین رئیس محله میگه که همین همین کار اساس نموندن مثلا جدی دیدن در خونه با همین پر با خونه تامین کردن او خیلی بود یک روش هم یک چیکه اساس موجودی رو نمیشه که آراگی اساس موجودی که در مدت مهنتی کار میکنن کار فعالیت میکنن اساس میامو اینا دو دارچه دیگه چی نام داری؟ چی نام داری؟ کجا؟ سلام میکنم چیه؟ ناز خوب؟ سلامتی خوب؟ چی نام داری؟ شکرونه؟ مالدسی افراد گردید کو؟ نه سما گرشه شبتی دیگر روش نیستن؟ بچه دیگری کو؟ اپوید گرید کو؟ اپوید گرید نیستن؟ ما نشتمون اوچاد اومدم؟ اوچاد آمیتیم خب؟ با انشاءالله با خبر میکنیم جایی که رفتیم با خبر میگیریم خب؟ دیگرش مکتب نه؟ خیلی باردارو نمی بود خیلی نمی روزه نمی بود باردارو یک چند که اگر بگیم دکسه مورد موندگی هم یک نمیدونم 100 میگه موندگی بود خیلی دیشه گفتی که هم تاکسی دمی را باردارو همون خیلی موندگی اینا باردارو انشاءالله با خبر میگیم خیلی نفر اومده میوردن خرگان خیلی با رحمت میگم هزاران با رحمت میگم که رئیس محله خیلی کردن با خونه با میگم تامین کردن با همین اپارات انشاءالله که همین چی واسه انشاءالله که هم برادرو میبارمش دیگه مشکلی که دیگه پیش سر هم یا پن نمیاد اگر من بر وقت خبر میشنم ایکو انشاءالله اپار بر وقت صبح خونه دار میکنم موقعی متاسفانه همین رادیو زده که برو وردن خبر فهم شد همین کارم خیلی جدی دیدن نور همین بود باردار عزیز انشاءالله خیلی بود چیز شد دالوخایم خاطی مدار همین یکمون چیزی شد گفت خیلی بود در شما میرسونیم سخن در زمین نموندیم بارداره اومدیم کردیم خیلی تو جوی میتونید اگه که جایی که باشین الله نگهدار تماشا بارداره با ان شاء الله خیلی بود نوارو نام میکنم براتون بخدا خواهر جانم انا که همتون بخدا با ان شاء الله امروز خانه اومدم با بری باران بود نرفتیم هیچ نداشتیم ما تاش لوب کمیریم این روز نرفتیم اما جام لای میشه مکتب درآمده نمیمونن جنگ میکنن که اما تون لای بری توزک نبا بیای 4 پای افضل برای 6 نفر دستورخوانی خالی و زندگی در یک واگن آهنین سرد و تاریک مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیمخانه سپارد. میداند که جدایی برای او و مخصوصا کودکان خردسالش آسان نخواهد بود اما میگوید چاره جز این ندارد. 2.5 سال شد بیام در کوچه ختم 6 فرزند. پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه میگذرانند. با سرد شدن هوا به این واگن آهنین در یک دهه حصار برمیگردند. پیش زمستان اینجا نمیشه. زمستان اینجا بیت تبرکلوز میشه همون خنک. من میخوام که مثل آینده فرزندام یگون شن. چیکار کنم؟
ای آن که گاه گاه زی من یاد میکنی پیوسته شاد زی که دل شاد میکنی گفتی برو ولی که نگفتی کجا روم این مرغ پر شکسته که آزاد میکنی گفتی برو ولی که نگفتی کجا روم این مرغ پر شکسته که آزاد میکنی. هموطنان عزیز عین حال ما در نزد همون مادر بسیار نیازمند و سعادتمند هم گویم خطا نمیکنیم چون صاحب 6 فرزند هستند و قرار داریم و باید بگویم که متاسفانه نفرانی پیدا شدند که قلبکی به نام همین مادر بسیار هم گرامی ما صورت حساب شدند که در صفحه های اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اینترنتی گذاشتند. از شما احترامانه خواهش میکنیم که کمی دیگر منتظر شوید. انشالله که بعد 1 ساعت ما به نام همین مادر بزرگ صورت حساب مخصوص میکشیم و در صفحه های اینستاگرام خیش میگذاریم. شما میتوانید که با همین صورت حساب سهم ارزنده خیش رو برای یک هم وطن و هم ملت و هم زبان و هم خون خیش گذاشته باشید. تشکر برای بودنتون. ما رو همسفر باشید. Paga maraka kaluna. یک زنی که ذهب بیچاره زندگی زندگی دست می‌کنه Duvaylı kamera. قبول کنه دیگر خونه نخر همسایه بخیر همسایه چیزی کنه باید دستگیری کنه نفر جان ثواب میگیره شما هم باید بداد زن توجیکا برسه اون مردم توجیک هم باید دیگر دستگیری کنه ما باوری کنیم که ممکنه این هفته با این هفته ما بیام ممکنه اپا موقعی دکترش کردی در خونه گرم بکشم همسایه خوب در برای همه تو را میگردم میشه شما در برای دستگیری کنم والا که بیا حج رفت آمده. هموطنان عزیز عین حال ما در نزد همون مادر بسیار نیازمند و سعادتمند هم گویم خطا نمیکنیم چون صاحب 6 فرزند هستند و قرار داریم و باید بگویم که متاسفانه نفرانی پیدا شدند که قلبکی به نام همین مادر بسیار هم گرامی ما صورت حساب شدند که در صفحه های اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اینترنتی گذاشتند. از شما احترامانه خواهش میکنیم که کمی دیگر منتظر شوید. انشالله که بعد 1 ساعت ما به نام همین مادر بزرگ صورت حساب مخصوص میکشیم و در صفحه های اینستاگرام خیش میگذاریم. شما میتوانید که با همین صورت حساب سهم ارزنده خیش رو برای یک هم وطن و هم ملت و هم زبان و هم خون خیش گذاشته باشید. تشکر برای بودنتون. ما رو همسفر باشید. امروز از خانه آمدم با بیر باران بود نرفتیم هیچ نداشتیم ما تاش لبکه میریم این روز نرفتیم اما جا اونلای میشه مکتب درآمده نمیمونن جنگ میکنن که اما تا اونلای برید توزه کنه با بیایی 4 پای افضل برای 6 نفر دستورخوانی خالی و زندگی در یک واگن آهنین سرد و تاریک مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیمخانه سپارد. میداند که جدایی برای او و مخصوصا کودکان خردسالش آسان نخواهد بود اما میگوید چاره جز این ندارد. 2.5 سال شد بیام در کوچه قدیم 6 فرزند. پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه میگذرانند. با سرد شدن هوا به این واگن آهنین در یک دهه حصار برمیگردند. ای پیش زمستان اینجا نمیشه. زمستان اینجا تبرکلوز میشه همون خنک. من میخوام که مثل آینده فرزندام یگون چشن. چیکار کنم؟ Paga maraka kaluna. یک زنی که ذهب بیچاره زندگی دست می‌کنه Duvaylı kamera. قبول کنه دیگر خونه نخر همسایه بخیر همسایه چیزی کنه باید دستگیری کنه نفر جان ثواب میگیره
شما باید به داد زن توجیکو برسه. اون مردم توجیک هم آقا باید دیگر را دستگیری کنیم. ما باوری کنیم که ممکنه این هفته با این هفته ما بیام ممکنه اپا موقعی بوده که خوش کردی در در خونه گرم بکرد همسایه خوب در برای با همه تو را میگردم میشه. شما در برای دستگیری کنیم. باور کن بیا حج رفت آمده. ای آن که گاه گاه زی من یاد میکنی پیوسته شاد زی که دل شاد میکنی گفتی برو ولی که نگفتی کجا روم این مرغ پر شکسته که آزاد میکنی گفتی برو ولی که نگفتی کجا روم این مرغ پر شکسته که آزاد میکنی